فرم گرفتن مداد در سیاه قلم. انگشت اشاره روی چوبه مداد و انتهای مداد از دست ما خارج میشه. به شکل موازی با صفحه قرار میگیره. یکی از تمرین هایی که ما برای سیاه قلم انجام میدیم کشیدن خطوط یک دست هست. ابتدا باید قلممون رو صاف بکنیم. با پهنای مداد روی صفحه میکشیم به گونه‌ای که دست ما بتونه خطوط یک دستی رو اجرا بکنه. مداد رو صاف میکنیم و روی صفحه میکشیم. این خطوط از ابتدا تا انتها سعی میکنیم به یک شکل باشن. خطوط یک دست. آرام مداد رو روی کاغذ میکشیم بدون عجله و سعی میکنیم در زاویه‌های مختلفی این تمرین رو انجام بدیم. به صورت افقی، به صورت عمودی، به شکل مورب، در جهات مختلف. یکی از تمرین‌های دستورزی هست. آرام و بدون عجله خطوط رو یک دست میکشیم. از دیگر تمرین‌های سیاه قلم کشیدن دایره در اندازه‌های مختلف است. سعی می‌کنیم دست و کتف از شانه رها باشه و روی صفحه دایره وار بچرخه. مهم نیست که دقیقاً دایره بشه. سعی می‌کنیم با خطوط تکرار کننده اون رو شبیه دایره کنیم. در سایزهای مختلف، بزرگ، کوچیک، دایره ها رو اجرا می‌کنیم. برای کشیدن فیگور، چشم، صورت، چهره کاربرد داره. کشیدن بیضی هم یکی دیگه از تمرین‌های سیاه قلم هست. بیضی رو هم در سایزهای مختلف، در زاویه‌های مختلف اجرا می‌کنیم. یکی دیگه از تمرین‌های دستورزی. ایرادی نداره دقیقاً اشتباه بشه. سعی می‌کنیم با برگشتن مداد در همون جهت خطوط رو در جای خودشون قرار بدیم.